با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. میخواستم در نوبت اول تمام برادران مسلمان و مردم شریفی مسلمان را به عید سعید فطر، به عید یعنی بخشیدن گناه های عیدی که یک ماه در نزد خداوند متعال مهمان بودیم تبریک بگویم. علاوه به مسلمانان تاجیکستان عید سعید رمضان را به هر یک آنها تبریک بگویم. خدا کند که عید خوب و خوش را آغاز کرده باشه و جشن میگیریم. دیگه ما نصیب باشه بریم طرف نماز، انشاءالله که خداوند قبولش کنه. در فرانسه فعلا سحر ساعت 8 سحر، ساعت 8 باید نماز بخونن. مسجد ما دور نیست خونه ما، نصیب باشه میدان میریم طرف مسجد. فرزندا که پیش رفتن در قدم نوار کرده با خاطر گفتم شما را یک تبریکی بدیم در عید بزرگ و برام بعد طرف مسجد. دیگه دوستان عزیز پرحرفی نمیکنم، گفتی برادران ایران بازم عیدتان مبارک باشه و چی میگن، امیدوارم که همتان سرفه ایداناتون پر از نیاز و نعمت باشه و امید داریم که عید در کنار عائله محترمتان، فامیلی محترمتان جشن میگیرین و علاوه خصوص دوستان و رفیقانم عید تبریکی بگین. دیگه باقی خدا نگهدار باشه همه ما شما را. دیگه عید مبارک دوستان عزیز. مسجد امام در محلمون چی میگن مایده های خورده یکی مردم که بسیار اومدگی های مردم اینه در گفتی که در گوشه پارک نزدیکی مسجد جا کردگی هم و نصیب باشه چند قبط وقت نماز سر میشه. این یکی از مسجدهای ما مردم در فرانسه و خوشبختانه اینجا است که زنها علایده نماز میخوانند، مردها علایده و زنها هم آمدگی هستند در این طرف. خب ما میماند امروز عید است، جشن است، خوشحالی است. چه ما اومدن اینجا خنک خوردن نکمه که هوا دوستان سردتر است، خنکتر ای پگاهی. دوستانی عزیز میخوام درباره همین ماه شریف رمضان چند سخن کنم. امسال در فرانسه خیلی هم ماه شریف رمضان عجیب گذشت. با مثلا از نگاهی باد هوا نه گشنگی را فهمیدیم نه تشنگی را فهمیدیم، هم خوب گذشت، نه خنک بود نه گرم بود
هوا خیلی مناسب بود برای روزه گرفتن. خداوند که قبولش کرده باشه و بهترین گذشت امسال رمضان فرانسه هم گفتی گپا از نگاهی واد هوا، هم از نگاه اقتصاد، هم از نگاه همه طرفا خلاص بهتر، یکی از بهترین های رمضان هایی که در حیاتم گفته بودم و گفتی گپا که گذرانده بودم. اینش یکی از بهترین مثلا رمضان هایی که سپاری گشت. این هم پارکینگ های خیلی نفر زیاد اومده است، ماشین ها رو خیلی زیادن. تمام کوچه ها گفتی گپا که پری ماشینه خلاص. دوستان عزیز ماشاءالله مردم امروز خیلی زیاد اومده است. این هم در یکی از گوشه های شهری ما چندین مسجد های کلان دیگه هم هستن، مسجد که 6000 و 10000 و 7000 و 5000 میبره، در کمک اما دورترن. این یکی از مسجد های بگیم خورترین شهر منبد و ماشاءالله مردم هم نمازگزار ماشاءالله زیاد اومده است. با همه خیگه در او طرف زنکان هم خیلی جالب، خیلی بهترین شرکت عید، نماز عید. خداوند نمازهای ما و شما را به درگاهش قبول کرده باشد و امید داریم که اجر و ثواب و چیزا را بیشتر کرده باشد در نمای اعمالمون. دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کم معلومات درباره نماز عید سعید فطر در فرانسه. چنانچه گفتیم یکی از مسجدهای خورترین این شهر بود و نصیب باشم بریم دیگه طرفای خانه و با میریم چند جا دوستان خانه دوستا عیدگردک و فاتحه کردن و دیگه باقی شما رو به خدای پاک و منال میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار مددگار همه ما و شما باشند.